برای فرزندان جهان اسلام، چه افغان است، چه ترک است، چه تاجیک است، چه پشتون است، برای سرزمین های اسلامی در مجموع، زمانی که اگر حکومت تاجیکستان از این اقدامش دست بردار نشود، برای جمعی زن و مرد خواهر و برادر مسلمان جهاد فرض عین است. برای کشور تاجیکستان، برای رئیس جمهورش میگم، برای کابینیش میگم، برای بالاخره مجلس سنایش میگم، مستقیما برایشان پیام میتم. یک از جمله مقدسات اسلام ماست، حجاب از جمله نوامیس ماست، از جمله عزت فرزندان اسلامی و زنان مسلمان است. متوجه باش. چراغ ظلم و ظالم تا دمی محشر نمی سوزد. اگر سوزد شبی، والله شبی دیگر نمی سوزد. ایره متوجه باش که اگر امروز تو بر قدرت نشستی، تو بر عریکه قدرت نشستی که او خواهر مظلومی ماره، او خواهری بالاخره درمانده ماره که توهین و تمسخر کرده میشه، ایره بدان که فرزندان اسلامی زنده است، شاگردان عمر زنده است، شاگردان ابوبکر زنده است. یک روزه به سراغ اون خواهران با عزت و با عفت با حجاب خواهران تاجیکی ما انشاءالله که خواهند رسید. یک روزی به سراغ اون خواهران و مادران با عفت ما خواهند رسید. عزیزان و سروران من، این را بدانیم برای همیش دشمنان اسلام کار کردن، برای همیش دشمنان اسلام کار کردن، برای خاموشی اسلام، برای خاموشی شعار اسلام. ولیکن این را بدانند که نور اسلام روشن است. هر وقتی که زمانی که هر کسی که به این نور اسلام دست درازی کرده، ریشش سوخته و زندگیش تباه شده و خودش خاموش شده. عزیزان و سروران من، خواهران مسلمانی که در این سرزمین های اسلامی از دعا بکنن اگر از این اقدامشان که در مقابل حجاب زمانی که تصمیمی که گرفتن دست بردار نشود، زمانی که از این اقدامشان دست بردار نشود، من میتونم فتوای این بدم، میتونم که این مسئله را ابراز بکنم که در سرزمین تاجیکستان اگر زمانی که از این اقدامشان دست بردار نشود، برای فرزندان جهان اسلام، چه افغان است، چه ترک است، چه تاجیک است، چه پشتون است، برای سرزمین های اسلامی در مجموع، زمانی که اگر حکومت تاجیکستان از این اقدام دست بردار نشود، برای جمعی زن و مرد خواهر و برادر مسلمان جهاد فرض عین است. برای دفاع خواهران مسلمان، برای دفاع نوامیس مسلمان، برای دفاع عزت خواهران مسلمان جهاد فرض عین است. ما باید متوجه بوده باشیم. جوانان عزیزم، آید اگر ابوبکر یا اگر عمر ببیند شمشیر کرده بیرون در اشک خون پر ایشان، عثمان شهید قرآن از تو همین بپرسد خونم تباه کردی، برخیز ای مسلمان. ای جوان عزیزم، اگر عمر نیست امروز تو عمر گونه زندگی بکن، اگر خالد نیست تو امروز خالد گونه زندگی بکن. خواهر عزیزم، اگر امروز سمیه‌ای نداریم، اگر آسیه‌ای نداریم، تو آسیه گونه و سمیه گونه زندگی بکن. بیاییم عزیزان و سروران من، ما که اسلام را غریب قرار دادیم، برای سرزمین های اسلامی، برای حکومت امارت اسلامی افغانستان، برای بزرگان امارت هم پیام میتم که برادران بزرگوارم، امرای سرزمین اسلامی، بیاییم به خاطر عزت خواهر مسلمان تاجیک ما، به خاطر عزت خواهر مسلمانی که در اونجا در زیر آه و ناله هست، در اونجا به خاطر پوشش حجاب و غیرت و حیا و عفت و پاکدامنیشان زیر مورد تمسخر و استهزای دشمنان قرار میگیره، یک اقدامی داشته باشیم، یک تصمیمی داشته باشیم. فرزندان اسلامی آماده هستند،
فرزندان سرزمین‌های اسلامی به اقدام شما، به تصمیم شما بالاخره توجه دارند. یک تصمیم قاطعی به خاطر عفت و پاکدامنی خواهران مسلمان تاجیک در مجموع داشته باشید.